ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби дуюм, гуфтори 32. تاریخ کارنمایی‌های فرزندان خود را هرگز فراموش نمی‌کند. در صحیفه‌های تاریخ ملت تاجیک صدها آشوب‌های خرد و بزرگ ثبت شده است که هدف اصلی آنها ریشه‌کن نمودن ظلم و استبداد اجنبیان و رسیدن به استقلال و دولتداری ملی بود. امروز وطن واقعی سغدیان، سابق ولایت لینین‌آباد، بر اثر رعایت عدالت تاریخی با نام ولایت سوخت نامگذاری گردیده، کارنمایی‌های بیزوال و آرزوی و آرمان‌های نجیب سپیتامین و همسفان دلاوری او را زنده می‌دارد. محض جانبازی و تلاش‌های پی در پی سپیتامین و صدها فرزندان فدایی بود که تاجیکان توانستند در طول 1000 سالها فرهنگ دولتداری خیش را نگاه داشته این سنت آریایی را پشت به پشت تا به روزگار ما برسانند و دولت ملی صاحب استقلال یگانه و بی همتای خیش را عمری جاودانه بخشند. اجداد تاجیکان در عهد سلجوکیان و نفوذ تمدن ایلینی. در باختر شکوه پیروزی و تنتنه غلبه‌های بسا گران اسکندر مقدونی بعد شکستن مقاومت آخرین دسته آشوبگران و فتح قلعه‌های دستنارس آریامیز و سیسیمیفر چندین روز باز دوام می‌کرد. خم‌های شراب پسی هم خالی می‌شدند. صنعتکاران باختری و سغدی و یونانی با نوبت هنرنمایی نموده، اشرافزاده‌های محلی و سربازان سرخوش اجنبی را گشته و برگشته به وجد می آوردند. سرلشکران و همسفان شاهنشاه جوانبخت و استراتیگ‌های جنگ آزموده یونانی و مقدونی با عملداران و اشخاص با نفوذ محلی عهد خویشی می بستند. اسکندر از دختران اسیر شده سوخت و باختر 100 نفر جدا نموده توی تشکیل می دهد و خودش برخشانک و سرلشکرانش با دختران دیگر خاندار می شوند. سلیوک سرلشکری بزرگ اسکندر دختری سپیتامین اپام آبان را به زنی می گیرد. موافق نگارش محقق افستریایی فریتز شاخرمیخ، اسکندر مقدونی بعد انجام سفری پسرگت و پیرسیپال بهار سال 324 پیش از میلاد تنتنه تویانه آراسته به همسفان و لشکرکشانش امر می دهد که دختران اشرافزاده های آریایی را به زنی بپذیرند. او در این تنتنه با شکوه به دختری دارای کدومان ستاتیره ازدواج نموده، به دوستی نزدیکش گفستیان دختری دیگری دارا، با سرلشکرکشانش کراتر خیش دختری دارا، با پیردیکا دختری اترپات، با پتلمی و یومین دخترهای ارتباس
بنیارخ دختری برسینه باسیلیفک دختری سپیتامین را خاندار نموده. به عروس شونده ها از نام خود تحفه های قیمت بها می دهد. توی در باختر گذشته است یا در شوش، شاید در یکی پیشتر و در دیگری بعدتر صورت گرفته باشد، چندان اهمیت ندارد، ولی مهمش آن است که اسکندر مقدونی همچون سلکسیونری عمل می کند که مادیان و ایغیر خونش گوناگون را با هم جفت نموده، تقدیری همسفانش را قربانی منفعت دولت و غایه های بنیادی امپریای جهانی می سازد. موافق نقشه های اسکندر، فرزندانی از این نکاح تولید شده چی در باختر و سوخت و چی در کشورهای پارس از روی معیارهای ایلینی تحت وصایت دولت تربیه گرفته، سپس به قسمهای قشونی مقدونیان جلب کرده می شدند و با پدران خیش می پیوستند. هنگامی که سیلیفک با اپم خاندار می شد، کسی گمان نداشت که چند سال می گذرد و اسکندری عالمگیر ناگهان جهان را پدرود گفته در قلمروی پهناوری او میانی سرلشکرانش جنگ و جدالهای شدید بالا می گیرد و یک پاره بزرگی امپیریا نصیب سیلیفک می گردد. ولی چرخ تاریخ بعضن هنگامه های غیر چشم داشته دارد. اسکندر مقدونی در پایتخت نوش بابل به خاطر فرو نشاندن آوازه و آشوبها یک چند عملدارهای کلان و واریها را عوض نموده، بعضی گناهکاران را به مرگ محکوم کرد. در اداره کنی مملکت و هیئت قشون اصلاحات تازه وارد نموده، واریهای محلی را به سر قدرت آورد و جنگاوران و افسرانی پارس و باختری و بابوری و غیره را به لشکری تازه نظامش همراه ساخت. موافق اخبار مورخان، اسکندر به تنظیم لشکر و ساختن کشتی‌های جنگی و فلات بحری پرداخته، برای نگاه داشتن امپریای پهناور تدبیرهای جدی می اندیشید. شاید او عزم داشت که به یونان بازگشته به خودسری و گردنشخی بعضی عملداران خیانت پیشش خاتمه گذارد و سپس با فلاتی توانای بحری و لشکری تازه نظامی گوناگون تبعش فتح ایتالیا و دیگر کشورهای اطراف بحر میان زمین، پهناهای عربستان، کنارهای افریقا و هندوستان را پیش گیرد. اما عمر وفا نکرد و اسکندر مقدونی تابستان سال 323 پیش از میلاد در بابل وفات نمود. رخشانه در این وقت حامله بود و اسکندر انتظاری وارث. اما مرگی بی محل همان سال به تمام نقشه های اسکندر نقطه گذاشت. او حتی فرصت نیافت که دوباره به زادگاهش مقدونیه بازگردد و به دیدار مادر و استادش اریستاتل برسد. نقشه ستاندن قصاص از خزینداری خائنش گرپل که 6000 تلنت طلای و تنگه را ربوده به یونان فرار کرده بود ناتمام ماند. آمیزش تمدن ایلینی با تمدن آریایی و قرابت خلقیت‌های یونانی و سرزمین شرق که والاترین ارمان اسکندر مقدونی بود در نیمه راه باز ماند. اصلاحات پیش گرفته دولتداری که در زمینه نظام اداره کنی هخامنشی‌ها و کشورداری یونانیان پدید آمده بود تا آخر نرسید و واقعاً هم با راه صنعی پدید آوردن یک خلقیت تازه‌ای که در نهاد هم تمدن شرقی آریایی و هم تمدن غربی ایلینی را
فراگیرد کاری آسان نبود. به قول تواناترین خلقیت شناسی قرن 20 لیو گومیلیوف، Александр Македонский, завоевав Персию с ее провинциями Малой Азии, Сирией и Египтом, решил, что создаст из эллинов и восточных людей единый грандиозный этнос. Для этого он даже переженил несколько сот офицеров македоян на осиротевших дочерях погибших в войне персидских вельмож. Конечно, нового этноса не возникло. По приказу не создашь этноса, явление природы. Как социальная система, его империя раскололась, как этнический конгломерат, она превратилась в химеру. Пришлые греки и аборигены жили в одних и тех же городах, занимались теми же ремеслами и торговлей, развлекались в тех же кабаках, но упорно чуждались друг друга. و تقدیری آخرین شاخه امید اسکندر، پسری هنوز تولید نشدهش از رخشانه که می بایست راهی پیش گرفته پدر را ادامه داده، یک وسیله آمیزشی خون شرقی و غربی و در همین زمینه تمدنی مشترک می گشت، به طوری فاجعه‌ای انجام یافت. بعد مرگ اسکندر مقدونی، سرلشکران او در اندیشه‌ای بودند که به سر تخت این امپریای بزرگ کی می‌شیند و غنیمت‌های به دست آمده سرشمار چگونه تقسیم می‌شود. غایه جهانگیری و تأسیس امپریای یگانه جهانی نیز با فرارسیدن مرگ اسکندر زوال یافت. سرلشکران از غایت کینه‌ای که نسبت به اشرافان پارس و باختری و سیاست سازشکارانه اسکندر مقدونی داشتند، حتی وارث قانونی او اسکندر چار پسری رخشانه را اعتراف نمی کردند و مادری او را تحقیرآمیز زنی شرقی و اسیره مقدونی ها می شمردند. ولی بعضی اشرافان باختری در اطراف رخشانه و پسری خردسالی او گرد آمده با سروری یومین کاتب سابق و لشکرکش اسکندر نگاه داشتنی امپریای یگانه و به سر تخت نشاندنی پسری قانونی او را پشتیبانی می کردند. یادآور شدن بسنده است که با دعوت یومین اتریادهای سواره باختری چندین هزار کیلومتر راه را پیموده به مقدونیه آمدند تا که در تحت بیرق امپریای یگانه جانبازی ها نمایند. به خاطر آنکه خونریزی سر نزند، سرلشکران به قراری آمدند که به تخت یک باره پسر دیگری فیلیپ دو اریدی را با نام فیلیپ سه و پسر اسکندر را از زنش رخشانه با نام الکساندری چار به تخت شاهی میشنانند و اداره کنی دولت را به ذمه کلیگی حکومتی وامی گذارند. تقدیری من بعدی رخشانه در سرزمین مقدونیه بسا تلخ و پرفاجعه صورت گرفته است. هرچند او همراه پسری خردسالش تحت حمایت نایب سلطنت شاهنشاهی پردیک، یکی از سرلشکران با صداقت اسکندر قرار داشت، از بازی‌های ریاکارانه درباری ایمن بودن نمی توانست. رخشانه بعد مرگ شوهر از سری راه خیش رقیب سرسختش ستیره، دختری دارا را که چندی دیرتر از او در شهر شوش به نکاح اسکندر در آمده بود برطرف می سازد. موافق روایت مؤلفان عتیقه، او توسط نامه قلبکی ستیره و خواهرش را فریفته به قتل می رساند و امر می دهد که جسم آنها را در چاه بگورانند. دیر نگذشته پردیک هنگام ترددی لشکرکشی به مصر از جانب سربازانش کشته می شود
و رخشانه تنهای و بیاور با پسری خردسالش در مرکز مبارزه های شدیدی سرلشکران برای تاج و تخت مانده خود را به پناه اولیمپیاده مادری اسکندر می گیرد. در اثنای این مبارزه های شدید زنی اریدی یوریدیک از سستی اراده و کم عقلی شوهری شریک حاکمیتش سوء استفاده نموده خود را صاحب تاج و تخت اعلان می کند. اولیمپیاده در مقدونیه طرفدارانش را گرد آورده سال 317 پیش از میلاد یوریدیک و اریدی فیلیپی سی را حکم قتل می دهد و رخشانه و نبیره اش را تحت حمایت خیش می گیرد. چنین می نماید که الکساندری چهار در سن 6 سالگی یگانه وارث حاکمیت مانده تخت پدر را صاحبی می کند، ولی دشمنان اولیمپیاد با سروری کساندر مادر اسکندر را سرکوب و تعقیب نموده عاقبت او را در مجلس خلقی به قتل محکوم می نمایند. یکی از سرلشکران اسکندری مقدونی انتیگان با بهانه ستانیدن قصاص اولیمپیاد و پشتیبانی رخشانه و پسرش با کساندر جنگ اعلان می نماید که این محاربه تا سال 311 پیش از میلاد بی نتیجه انجام می یابد. طرفها به خلاصه می رسند که کساندر رخشانه و پسرش را آزاد کند و تا به بلاغت رسیدن الکساندری چهارم چون سرلشکری مقدونیه فعالیت نماید. الکساندری چهارم در این هنگام 12 سالگی را پر کرده تا دوره بلاغتش فرصتی زیادی نمانده بود. از این رو کساندر با یاری گلفکی نام مقربش به رخشانه و پسرش زهر داده جسدشان را پنهان می نماید. همین طریق بر اثر مناقشه های خونینی میان سرلشکران هم فیلیپی سی و هم رخشانه با پسرش الکساندری چهار کشته گردید و سیاست پیش گرفته اسکندری مقدونی در بابت آفریدن تمدن مشترک ایلینی و آریایی و خلقیت آمیزش یافته شرق و غرب به فرجام نرسید. ولی عجابت تاریخ نیز در آن است که مرگ اسکندر به راه پیش گرفته او خاتمه نگذاشت. این راه را در آینده نبیره سپیتامین رقیب سرسخت اسکندری مقدونی انتیاخ یک ادامه داد. انتیاخ فرزند دوست داشته سیلیوک بود و در دوره زندگی پدر حکمرانی قسمت آسیای میانه از جمله ولایت‌های باختر، سوخت، مرغیان و پرفیا را در دوش داشت. ناگفته نماند که بعد وفات اسکندری مقدونی امپریای پهناوری او پراکنده گردیده در خرابه های آن بعد کشمکش های شدید و خونریزی های بردوام سرلشکران 3 دولت مستقل ایلینی پدید آمد. دولت سیلیوکیان بنیادگذارش سیلیوک که بیشتر حدود آسیایی دولت هخامنشی ها ایران غربی آسیای میانه با ولایت‌های باختر، سوخت، مرغیان، پرفیا، مرزهای پنجاب و کابل را تا سرحد هندوستان فرا می گرفت و پایتخت اسکندر شهر بابل هم به هیئت آن می درآمد. دولت پتلمی ها بنیادگذارش سرلشکری اسکندر پتلمی یک ساتر که در سرزمین مصر با قسم جنوبی سوریه و چند ولایت آسیای خرد قامت افراخته اسکندریه را پایتخت خود قرار داد و تمدن ایلینی را در این سرزمین پهن می کرد و نهایت دولت مقدونیه با کشورهای یونان زمین که آن را سلاله انتیگنیدها بنیادگذارش سرلشکری اسکندر انتیگان سروری می کرد. گسترش تمدن ایلینی
که از ابتدای یورش‌های اسکندر مقدونی آغاز یافته، جوهر اصلیش ستیز مدنیت یونانی با مدنیت خلقیت‌های شرق بود، در دوره دولتداری سلیوک و وارثان او ادامه می‌یابد. برابری به سر قدرت آمدن دولت سلیوکیان، مشکلاتی که در زمان دولتداری اسکندر مقدونی پیش آمده بود در نزد این دولت پهناور ایلینی هم قرار گرفت. سلیوک بعد ضبط نمودن بابل سال 312 پیش از میلاد موقع خود را استوار نموده، در مدت 9 سال و تدریجاً حکم خود را به غرب و شرق از جمله به ایران و آسیای میانه وسعت داد. جایهایی بود که وی با راه دیپلماتی پیش می رفت، ولی در آسیای میانه به مقابلت شدید دچار آمد و راه جنگ را پیش گرفت. به قول پمپی تراک، سلیوک یک در بابلستان ظفر یافته قوه خود را افزود و باختر را تسخیر نمود. پارت و سغد را هم زیر دست کرد، ولی کوشش هندوستانی شمالی را غصب کردن سلیوک یک برار نگرفت. سلیوک یک بعد تسخیر آسیای میانه با پیراهه‌های ناتمام اسکندر مقدونی پیش رفته عزم ضبط نمودن هندوستان کرد، ولی از ناآمدی کار هنگامی زد و خورد با چندرگوپتا بنیادگذاری سلاله ماوریان مغلوب شده همه کشورهای هندی مطیع اسکندر را تا مرزهای کابل از دست داد. سازشنامه صلح بر بالای زمینهای از دست رفته با اصول آزموده شده‌ای برقرار نمودن رابطه‌های خویش و تباری انجام یافت. سلیوک دختری خود را به چندرگوپتا داده، بر عوضش 300 به قول 500 فیل جنگی را صاحب شد. فیلهای جنگی اقتداری لشکری سلیوک را افزوده، هوای جهانگیری و وسوسه متحد نمودنی امپریای سابقه اسکندری مقدونی را در سرش جای داد. آتش جنگ میان لشکرکشان توانای اسکندر که بعد تأسیس یابی 3 دولت جداگانه ایلینی قدر آرام گرفته بود از نو علنگه زد. سلیوک عزم نمود که دولتی نسبتاً خردی مقدونیه و سلاله انتیگانیدها را مطیع خود کرده بایگری های انتقال داده اسکندر را ضبط نماید. سپس لشکری سرشماری گرد آورده راه مصر را پیش گیرد و باز با حریف توانایش پتلمی ساتر سر به سر گردد، ولی نه فیلهای جنگی و نه لشکری سرشمارش او را از قضای مرگ نافرجام رهانیدن نتوانست. بعد فتح سوریه شمالی سال 281 پیش از میلاد، سلیوک عزم سرزمینی اجدادی ایلینی ها یونان و مقدونیه نموده خود همان سال در این جنگ کشته شد. بعد مرگ اسکندر مقدونی نه تنها اهل عائله او بلکه قریب همه سرلشکرانش یکی پسی دیگر به طور فاجعه‌ای نابود شدند. قسمی هنگام جنگ و جدال داخلی و خونریزی های بین همدیگر کشته گردیدند. قسمی قربانی سوی قصد و مرگ غافلگیر شدند. بعضی ها به دست رقیب افتاده حکم قتل گرفتند. از همسفان اسکندر کم کسی است که با استثنای پتلمی لک از مرگ طبیعی فوتیده زندگی آسوده حالانه به سر برده باشد. سیاست دولتداری و نظام اداره کنی مملکت در دوره سلیوکیان از سیاست پیش گرفته اسکندر مقدونی فرق می کرد. اگر اسکندر
در نهایت کار سیاستی سازشکارانه آمیزش تمدن ایلینی را با تمدن شرقی از جمله آریایی پیش گرفته از اتحاد خلقیت‌های شرق و غرب یک امپریای جهانی بنیاد کردنی باشد. وارثان او بعد تلاش و بی‌براری پی در پی از بهر متحد سازی و نگهداری امپریای یگانه برآمدند. از جمله سلجوقیان نیز واریها و حاکمان محلی را از سر قدرت دور نموده به جای آنها مقدونیان و یونانی ها را برای اداره کنی ولایت های زیر دست پیشبری کردند. در اداره کنی مملکت پرینسیپ معمولی دولت های ایلینی نفوذ یافت که موافق آن جان و حال و سرمایه مغلوب شده به غالب منسوب است. حتی موافق اخبار مورخ یونانی اپیان که تاریخ دولت سلجوقیان را به قلم آورده است، نظام دولتداری این سلاله در عباره زیرین سلجوق خیلی روشن تجسم یافته است. Я устанавливаю следующий общий для всех закон. Всегда справедливо то, что поставлено царем. سلجوقیان موافق روایت اپیان چون اسکندر مقدونی در قلمرو دولت خیش و بنیاد کردن شهرها شروع نمودند تا که با نگاه داشتن اطریت‌های حربی هم موقع خود را استوار سازند و هم طرز اداره کنی ایلینی را براهمانند. قلمرو دولت سلجوقیان به ولایت‌های نسبتاً خردی عبارت از ساتراپیه، اپارخیه و گیپارخیه ها تقسیم شده بود که موافق اخبار اپیان 72 ولایت را فرا می گرفت. از روی عقیده محققان افزودن شماره ولایت ها و خرد کردن حدودهای آن به خاطر سست نمودن کوشش های جدای خواهی مردم محلی، آسان نمودن اداره کنی و جمع آوری انداز و پیشگیری آشوب و اسیان ها بود. ولی با وجود همه این تدبیرها کوشش های آزادی خواهی و آشوب و اسیان های نیاگانی ما مردمی باختر و سوخت آرام نگرفت. به قول اکادمیک باباجان غفوروف، موافق بعضی معلومات های بیواسطه در آسیای میانه در ابتدای عصر 3 پیش از میلاد ضد حکمرانی سلجوقیان اسیان ها شده، در عین حال به ملک های آسیای میانگی سلجوقیان قبیله های کوچمنچی حمله کردند. در عین این آشوب ها بسیار پایگاه های دولت سلجوقیان خراب گردیدند. مثلا اسکندریه مراغه و اسکندریه اقصا که هنوز اسکندری مقدونی ساخته بود به خاک یکسان شدند. من بعد سلجوقیان این شهرها را برقرار نمودند و در اطراف واحه مراغه دیواری ساختند که 250 کیلومتر طول داشت. سرلشکر سلجوقیان دمدم ضد کوچمنچیان که در آن طرف دریای سیر مکان داشتند لشکر کشید. به طفیل یک قطار تدبیرهای حربی و سیاسی و دیپلماتی به انتیاخ میسر شد که نهضت ضد سلجوقیان را فرو نشاند. شنونده های گرامی، شما گفتار 32 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان شنیده. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمخو، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.